گویا که جای نماز یک چیزی خیلی مقدس باشد در ما. جای نماز رو با بالا مون، جای نماز رو کوفته نگذار، بالای جای نماز نشین. هزار و یک قانون برای جای نماز کردگیان، در حالی که جای نماز یک قولینچه میده هست، سجاده میگن در عربی هم. اون رو فقط به خاطر تگی پا نجاست نبودن میخوانیم ما از روی احتیاط، وگرنه پیامبر همراه خود جای نماز هم گرفته گشتگی نیستند. تمام زمین برای من مسجد و طهور گفتگی هستند، در مسجدشون هم به خاک سجده میکردن. یعنی جای نماز رو اینقدر هزار یک قانون گفتن و این رو از شریعت دانستن برعکس بدعت است و یگان سنت و ثوابی ندارد. باید دیگه سوالم هست سالا جا، همین وقتی سورا خوردن در دسترخوان میشینم چون همین چیزایی وقتی آمین بیاد قلم پور چیزی توندی همین شیر ویای میگیرم که بعد آمین میکنن. اینها فرشته ها یگان اساس ندارد، یگان اساس ندارد. گپی دروغ است اینها، یگان اساس ندارد. بیچاره یگان آدمی نخواندگی خرافاتی برای همین. اما یگانه از خوردنی ها پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که پیاز میخورید یا سیر پیاز چسناک میخورید به مسجد نزدیکی نکنید گفته هستند. خودشان هم نمیخوردن، میگفتن من با فرشته صحبت میکنم، بوی بدی دهان چگونه که انسان ها رو آزار میدهد فرشته ها رو هم آزار میدهد. به همین خاطر اما به دعا نه قلنفور رابطه دارد و نه چیزهای دیگری دسترخوان. لیکن چی میگویم خواهران عزیز، این همش از همون خرافات و بیسوادی که بیچاره پیرزن‌هایی که درس نخواندن این گونه شده است. بعد خواهرها زبس رفته ایستاده است. سوال خواهرایی که میگید صدای من در یوتیوب نباشد لطفا سوال ندهید مایلش، بعد از وی مرا از آنجا گیرید گفته و بعضیتون مشکلی میشود. خواهر مریم جان شما بفرمایید. سلام علیکم استاد جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام. سوال دادن کس تن هم بلوند است. درد میکنه نداره. دته قش کردن درسته؟ بلوندکسی قش خواهرم و قشیدن نیست یکم تقشیر میگویند. برای چی اصلا زن آن را میکند؟ بعضی زنها میگن از حد قشم بیزیب، من برای شوهرم فقط میکنم، فقط برای شوهرم، کسی مرا نمیبیند. در اینجا حتی همین رو هم بعضی علما میگن جایز نیست، اون به حرام نزدیک است، یعنی به چیدن مانند میشود. بعضی علما میگن نه اون چیدنی قش نیست. در فتوای لجنه فتوای سعودی هم آمده است با که ندارد، اما شرط دارد اگر بلوندکس کردی فقط باید محرم ها بیند. به کوچه کلا پوشیده برای بلوندکس کردی و با سطر به کوچه برآمدی دیگر وای چی است؟ زینت خود را نشان دادن است و ممکن نیست. اما همین رو هم بعضی علما میگن این خیلی به شبهه و به حرام نزدیک میشود، مثل چیدگی میشود، بهتر است زنی مسلمان نکند. همین کراسکه سیاه چی؟ کراسکه سیاه به موی سر. رنگ سیاه رو پیامبر من کردگی هستند، تجنب السواد در حدیث آمدگی است. رنگ سیاه ممکن است دیگه، همه رنگ ها ممکن به سیاه مانند قهوه رنگی بلند است، باقلاجانی هست، اینها ممکن است، اما خود سیاه ممکن نیست. مخصوص همین رنگ رو پیامبر من کردگی هستند. یکم خواهر فرزانه بفرمایند. خواهر فرزانه هستید؟ نیستند؟ صفیه. سلام علیکم. خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. علیکم السلام بفرمایید. استاد جان و در حق یا آدم مثال و خبر میبیارد و در حق یا آدم یا گپی ناجا گپ میزنی و بعد 20 سال و همون آدمی که خبر آوردگه به همون میرساند دروش کشیده هم میگیره همیره که همین این آدم تره همخه گفت، همین آدم تره همخه میگه، تا هم خیلی انسان هستی گفته همراه تحقیر میکنه و در همین حالت به حد من ناراحت در وقت جاهلیت استوزه گفتم و کدستان زده و کدم من بشمه زقی میشم که اگه جای زقی ندارد. باز هم 20 سال پیشه گفته استاده ده، باز هم گپی 20 سال پیش این همه زقی. بله استاذه آخی فقط تا حاضر همون دخترم ناراحت میکنه ده برای این گپای ما رم پیش
خواهر جان گپ هایی که میکروفونتون مشکلی داره، صداتون قطع و پاره است. خواهر صفیه صداشون تا آخر نبردند. خواهر صفیه محکم کنین میکروفونتون، صداتون پاره پاره است. استاد جان از من فرزانه فریاد که دیگه کس باشه، من شنویدم خیلی دیگه کس میگه. شما رو گفتم بفرمایید. خواهر صفیه من به هر حال خواهر صفیه درباره 20 سال پیش باشد، شما زمانی جاهلیت بود خطا کردم عذر پرسید و دیگر از اون گذرید. اگر شما در حق کسی چیزی گفته باشید، اگر اون طرف بخشید خیلی خوب، دیگر نبخشید نزد الله توبه کنید. الله با خبر است که شما از آن کاری کردهتون پشیمان هستید. اینجا هم بدبختی خبرکشا هست که حتی 20 سال پیشتره رو میارن تا که بین مردم فساد کنند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا یدخل الجنه نمام، خبرکشی که به خاطری فساد کردن بین مردم خبرکشی میکند و داخل جنت نمیشود. در قبر هم او عذابش رو کشیدن رو شروع میکند. از الله باید ترسید. خب او تو رو این گفت، او از تو خفه است، تو فلانی رو خفه کرده بودایی. این گپا گویا که یک صحبت عادی است، ولیکن جگر یک نفر رو، قلب یک نفر رو میسوزاند و خود گویندهش هم خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هم عذاب قبر و هم عذاب جهنم و هم بی آبروگی او را در دنیا انتظار است. از الله ترسید و نباید این گونه بین مردم خبرکشی و جنگ اندازی کرد. خواهر فرزانه بفرمایید. استاد جان سوال من همیه که همین نماز بامداد از سنت خوندم، مقصد ولکم ای تفرزن خونده بیدار کن در بین گپ زنم نماز باید بیا خیلی میگن ایسر میاد منی گپ نزنی، همین درسته؟ برعکس است. بعد از سنت و بین فرض با گپ زدن یا یگان کار جدا کردن این سنت است. سنت رو خواندید و دیگران رو بیدار کردید. سنت رو خواندید. پیامبر صلی الله علیه و سلم سنت رو میخواندند و بعد به مسجد میرفتن، حتما با کسی سلام میدادن، گپ میزدن. برعکس استید. استاد جان خیلی در چند درس دیگه نتونستم چی کردم. این سوال من پرسیدم ای افهم همین قرضدار میشه و که همون وقتی که او ایمن قرضدار وقتی که توی کنه بگم که همون قرض در توی اونات همین خیلی میشه. خیلی خوب میشه و داره اجر زیاد میگیرید. فقط به اون توی نگاه کنید و توی از اون تویای رقص بازی و گناه نباشد که شریک شوید. نه همین توی عادی بیگناه باشد میشود. با قریبی توی داره میگم که همون قرض در همون توی اگر آره میشود انشالله. فقط به توی اهمیت دیم خواهرام. سلامت باشید. خواهر هم منظوره بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید خواهرام بفرمایید. استاد سوالم درباره حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که بود که میگن من غش فلیس منا، در همین حدیث استاد درباره همه کار یعنی تقلب کاری کردن داخل میشود یا که فقط در کارهای دینی؟ مثال امروز قطعی یک خواهر باید امتحانی پردک در آمده غش کردید بعد غش کردید. من فکر کردم که فقط یک دو چیز با کمک میپرسن، یکی دیدم که از حد زیاد شد سوالاشم، راستش کمک کردن زیاد بعد ترسیدم، یعنی تقلب میشه قطعا همه بعد همین فکر خیلی خفه شدن که من تو برای یاردم کردن در آوردم تو من یاردم نکردی. همین چی خیلی میشه استاد؟ یعنی خواهر جان غش رو خود حدیث در زمان گفته شد که مرد وقتی که خوراک میفروشد بالای خوراک یعنی خوراک خوب یا گفتیم خرماهای خوب میماند، پایانش بیزیبش رو میماند. بعد از این پیامبر وقتی میبینن که این انسان در بالا خوراک خوب و در پایان یعنی مردم رو فریب کرده ایستاده است، من غشنا فلیس من نمیگن کسی مردم رو فریب میداد، ولیکن حدیث در عموم است. وقتی تو خودت به امتحان آماده نیستی، از کسی پرسیده مینویسی، تو داری غش میکنی، تو داری فریب میکنی استاد رو، در حالی که از کله خود ننوشته ایستاده. این در همه چیز است. نباید کمک کنیم به انسان‌های تنبلی که درس نمیخوانند، باید از کسی پرسیده از امتحان میگذرند و این و آن برابر میشود. عدالت هم از بین میرود و تنبل با این تنبل شدن میگیرد. یعنی در امتحان هم هست این، در فریب های مردم رو مثلا با بعضی حاضر در مسئله خوراک هست شکل و نمودش خیلی بامزه و تر و تازه. در اگر دیده باشه در اخبار ترکیه یک مشکلی خیلی کلان مصیبت بالای مردم آمده است که مردم اینقدر زیاد رفته از آشخانه و خوراک میخورن، چند نفر مرد در مدت یک ماه. زیاده از قریب
60 نفر بیمارستانی شد، چند نفر مرد. سببش اینکه خوراک ها رو تاریخش گذشته رو نه تاریخش جدید خوراک تازه‌گویان به مردم دادن. یعنی در مسئله خوراک، در مسئله خرید و فروش، در مسئله مثلا حتی مناسبت زن و شوهری، دخترکی که خودش سفید نیست مثلا سیاه رنگ از خودش رو پودر و کرم و سفید کرده با داماد نشان میدهد، و دستوی داماد میبیند که تماما اون عروس دیگر و این عروس، این هم بغش داخل میشود، امتحان هم بغش داخل میشود. همه نمودی فریب، همه نمودی مردم رو علده کردن به این حدیث داخل میشود. سلامت باشید. خواهر ثریا بفرمایید. رضا جان خسته نباشید. سلامت باشید. خواهرها صدا در یوتیوب هستن گفته استادم، بعد از این با خواهرایی که ادمین هستن همگی با جنگ نبروید صدای من چرا اونجا هست گفته. بفرمایید. استاد جان بهترین میشه. سلامت باشید. الله حفظتان کند خواهر فرزانه. ثریا بفرمایید خواهر جان. همین استاد جان از درباره خوردن گپ زدید، درباره و گفتید، همین من بسیار چی بگم، بسیار فکرم درباره همین خوردن است. پیشتر اکو خیلی بودیم فقط دستمون در درون آرد بود میپختیم برای بچه ها چی بود کردیم. حوزی که طالب علم شدیم خیلی حالی هیچی هم نیستیم و اکو این طالب علمی بهانه شد. باور کنید فرزندا کو پسرکا چی میخورن طلب میکنن موبایل خالی و ها نمیفهمن، مثلا میپرسن. باور کنید بعضی یا نشوندگی بری میکنم یا تماما از آردم کجا میستد نمیدانم. در این حالت میگم که یک حدیث شنیده بودم که در حق فرزندانم مثلا بهترین چیزهای برای فرزندت، برای خانوادت، برای عائلت، اولادت، اینم یک ثواب است اگر همین حدیث دغری باشد. اکنون در این حالت این بین مثلا دخترچه های و پسرچه ها خوردن پسرها فرق میکند که طلب میکند پسرها. در این حالت چه می شود؟ ما گفته شده بعضی وقت می شود وقت دستم نمیرسد. فهمیدم. خواهر جان در یک روز چند ساعت درس میخوانید؟ اکنون کار دنیایی هم داره. چی میگوید؟ یک چند درس به داخل شدیم. همش رو جمع کنیم چند ساعت درس میخوانید؟ یک 2 ساعت وقتم میره. 2 ساعت. خیر کار دنیا چند ساعت میکنه در یک روز؟ 7 ساعت. 7 ساعت. 79 ساعت شد. از 24 9 رو میگیره. چند میشود؟ خیر ها استاد جان این وقت کو بهانه. نه بهانه که بهانه خواهر ثریا خودتون گفته استادید. یعنی وقتی که شما پخت و پس کرده میتوانید. من درباره آیتی که الان گفته گذاشتم که انشالله بیننده هایم تفسیر رو ببینن، اون درباره اونهایی که فقط از پی خوردن و نوشیدن هستن، فقط از پی شکم پروری هستن، که گفتیم که این کسلی الان آمدگی است. مردمی که سحر چی میخورن، ابیتی چی میخورن، نصف روزی ببخشید خوراک شام چی میخورن، بین اینها چی شیرینی میخورن، فقط از پی این هستن. اما خواهرایی که میگید من طالب علم شدم، خدا نکرده در بعضی درس‌های ما باشه، در درس‌های مثلا فقه یا در درس‌های حدیث و در درس‌های عربی، خواهران عزیز، یک زن چقان در 1 ساعت میتواند، من خود تعریف کنین از تجربه میگم، تا 4 نمود خوراک پزد در 1 ساعت. فقط کمی تیزتر حرکت میکنید، برابر دست و پا عقل رو هم کار میفرمایید. در 1 ساعت شما برای فرزندان تا 4 نمود خوراک پخته میتوانید. برای این فقط که تنبلی رو یک سو گذاشتن لازم، کمتر چقان بودن لازم. اما اینکه نه من میخونم، من برای فرزندانم خوراکی با مزه پخته نمیتوانم، یا من بخونم تازه کردن نمیتوانم، این بجز بهانه چیز دیگری نیست. من خواهرهای رو میشناسم، میدانم که در خانه نه در بیرون 7 ساعت درس میدهند، باز بعد از خفتن با ما درس میخوانند. درون همین همیشه از فرزنداشون یا از همسرشون در مسئله خوراک و تازگی و چیزها اصلا کمبودی ندیدن. برای همه این با برکت خداوند دستشان میرسد. از اینکه من طالب علمم و ارد در کجا است نمیدونم، این خیلی حیف است.
طالب علم برعکس باید باشد. شما نشان دهید که یک زن میتواند کدبانی خوب باشد، مادر خوب باشد، طالب علم خوب باشد، استاد خوب باشد. همه چیز را در این مدتی که خداوند به ما داده است میتوانیم. برای این فقط همت لازم است، تنبلی دور شدن لازم و وقت را اداره کردن. اداره وقت خیلی مهم است. 1 ساعت از خواب خود کم کردید، 1 ساعت از یگان چیزی که برای شما اینقدر مهم نیست کم کردید، شما میتوانید. بعضی حالت ها میشود خواهر سریا من فراموش میکنم که خوراکی نصف روزی خوردم یا نخوردم، به همین چیز اینقدر اهمیت نمیدهم. اما الحمدلله تا میتوانم، تا جایی که فرزندها به چیز نیاز دارند و میگن همین چیز رو به ما پس کم که نیستن 5 تا برایشان آماده میکنم. با این همه درسایی که خواهرام میدونه در یک روز الحمدلله ما تقریبا با 6 گروه درس داریم. خواهر سریا سوال دادن. مریم بفرمایند با عربی نوشته. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما در اسیا وقتی فصل زمستان میشه بسیار لای میشه، بعد تا جای کارمون 2 ساعت میریم. مثال خودمون با ماشین خودمون نه که استاد جان نمیدونیم که به وقت نماز چه نکنیم در کوچه. آره میشه که نیت کنیم و بریم ماشین بخونیم. در 2 ساعت باشد شما نماز قضا میشود در راه؟ شام استاد جان یکی عصر به شام نه شما علاج ماشین داشتن باشد باید در این حالت ها نماز رو کش نشسته میخونید. قیام از رکن های نماز، از سجده و رکوع. شما در ماشین خودتان که هست باید یک علاج، یک راهی رو پیدا کنید، یا به وقت نگاه کنید یا چیزی دیگر. یعنی اگر به این گفتی شما نگاه کنیم رفت شما 5 سال کار کردید، 5 سال یگان نمازتون داخل چی میشود؟ داخل ماشین خوانده میشود. لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. میگوید الله نباید مال دنیا و فرزندان شما را از ذکر الله دور کند. یعنی کار کنید که نماز قضا نشود. این یک نمود به قضا مانند است که شما در ماشین خودتان نشسته میخیل عادی نماز میخوانید، در حالی که نماز میدانید اساسی ایمان کفر بین اینها فرق کننده، اساسی تمام عملها را از روی آن حساب کننده نماز است. یعنی به این چیز دقت دید، یک راهش رو پیدا کنید. حرکت کردید میشد بالای لای باشد، صرفا پرتفته می چیزی دیگر می انسان اگر تواند و خواهد میتواند. اما نگذار چند ساله اگر کار کنید چند سال نمازتان یک تاش این گونه قضا شدن گیرد یا با این نمود نیم کاله خواندن گیرد. سوال های دیگر ها خواهران 1 دقیقه.